آیا تا به حال به چشم‌های یک عروسک نگاه کردین؟ اون نگاه خیره و بی حرکت، انگار چیزی میدونه که شما نمیدونین. امشب میخوام راز عروسک‌ها رو باتون در میون بذارم. راز تاریکیه که هزاران سال تو خونه‌های ما پنهان شده. آماده این؟ بیایید به گذشته برگردیم. مصر باستان، سال 3000 پیش از میلاد. اونجا بود که اولین عروسک‌ها ساخته شدن. اما اینها اسباب بازی نبودن. اینها جایگزین مردگان بودن. مصریای باستان باور داشتن وقتی کسی میمیره روحشون جایی برای سکونت میخواد. پس اونا عروسک میساختن از چوب، از گل و از استخون و این عروسک ها رو تو مقبره ها میگذاشتن تا مردگان تنها نباشن، تا روحهایشون جایی برای زندگی داشته باشن. یونان باستان هم همین کارو میکرد، اما اونها یک قدم جلوتر رفتن. اونا عروسک هایی میساختن که شبیه خودشون بود، دقیقاً شبیه. و این عروسک ها قدرت داشتن، قدرت شفا، قدرت نفرین و قدرت تغییر سرنوشت. روم باستان هم همین داستان بود، چین باستان هم همینطور. انگار تمام تمدن‌های باستان یه چیزی رو میدونستن که ما فراموشش کردیم، یک راز که ما دیگه درکش نمی‌کنیم. حالا بیاید وارد تاریکی بشیم. در قرون وسطا عروسک‌ها ابزار جادوگران بودن. اونا موی انسان رو میگرفتن، ناخونش رو میگرفتن و خونش رو میگرفتن و اونها رو به عروسک‌ها میچسبوندن. باورشون این بود که هر کاری روی عروسک بکنی روی همون شخص هم اتفاق میفته. در آفریقا وودو، در کارائیب سانتریا، در اروپا جادوگری، همه جا یک داستان مشترک بود. عروسک‌ها پلی بودن بین دنیای زندگان و مردگان، پلی بین دنیای ما و دنیای ناشناخته. شاید فکر کنید که اینا خرافاتن، اما چرا باور در همه دنیا شکل گرفته بود؟ چرا همه انسان ها به طور غریزی از عروسک ها می ترسن؟ حالا بیایید به امروز برگردیم. سال 2025، عصر تکنولوژی، عصر منطق. اما آیا واقعا ما تغییر کردیم؟ آنابل 2014، چاکی 1988 و رابرت 2015. سینما پر از داستان‌های عروسک‌های ترسناکه. حالا چرا در عصر فیلم هنوز از عروسک‌ها می‌ترسیم؟ چرا این فیلم‌ها میلیون‌ها تماشاگر دارن؟ شاید چون ما هنوز اون ترس غریزی رو داریم. اگه تا اینجای کار با من بودین، اگه این داستان شما رو به فکر فرو انداخته، لطفاً روی دکمه لایک کلیک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا از ویدیوهای جدید مطلع بشین، چون هنوز کلی راز مونده که تعریف نکردم. حالا بیایید از علم صحبت کنیم، از اون چه تو مغز ما اتفاق میفته. روانشناسا میگن ما از چیزهایی میترسیم که شبیه انسانن ولی خب انسان نیستن. اسمش دره مخوفه. وقتی به یه عروسک نگاه میکنیم مغزمون گیج میره. چشماش مثل انسانه ولی حرکت نمیکنه. صورتش آشناست اما سرد. پوستش نرم به نظر میرسه اما وقتی لمسش کنی مثل انسان نیست. این تضاد سیستم عصبی ما رو فعال میکنه و استرس ایجاد میکنه. ترس، نگرانی. اما این فقط شروع داستانه. مطالعات نشون میده کودکا بیشتر از بزرگسالان به این حس مبتلا میشن. اونا هنوز به اون غریزه های اولیه متصل هستن، اون غریزه هایی که ما با بزرگ شدنمون از دست دادیم. عروسک ها بیشتر از این که اسباب بازی باشن نماد فرهنگی هن. نماد کودکی از دست رفته، نماد بیگناهی، نماد چیزهایی که دیگه بر نمیگردن. در فرهنگ ما عروسک ها خاطرات هستن، خاطرات از زمانی که دنیا خیلی ساده تر بود، زمانی که همه چیز ممکن بود. شاید به همین دلیله که وقتی عروسک ها رو رها میکنیم انگار بخشی از خودمون رو داریم رها میکنیم. و شاید به همین دلیله که اونها در فیلم های ترسناک انتقام میگیرن. انتقام از کسانی که اونها رو فراموش کردن، انتقام از کسانی که بزرگ شدن، انتقام از کسانی که دیگه باور ندارن.
امروز کودکان کمتر با عروسک ها بازی میکنن، بیشتر با تبلت بازی میکنن، با موبایل، با بازی های دیجیتال. اما آیا این واقعا خوبه یا نه؟ عروسک ها به کودکان چیزهای مهمی یاد میدن: مراقبت، مسئولیت و همدلی. وقتی یک کودک عروسک خودش رو در آغوش میگیره، یاد میگیری که چطور عشق بده، یاد میگیره که چطور محافظت کنه، یاد میگیره چطور مراقبت کنه. اما نسل جدید این تجربه رو دیگه نمیکنن. اونها با صفحه ها رشد میکنن، با دنیای مجازی. شاید ما چیز مهمی رو از دست دادیم، شاید ما اتصالی رو قطع کردیم که سالها وجود داشت. حالا بیایید با هم فکر کنیم که راز عروسک ها چی هن؟ شاید این راز اینه که اونا آینه روحمان. وقتی به یه عروسک نگاه میکنیم، خودمون رو میبینیم، کودک درونمون رو میبینیم، ترسمون رو میبینیم، امید و خاطراتمون. شاید به همین دلیلی که از اونا میترسیم. شاید اونا حقیقت رو به ما نشون میدن، حقیقتی که ما سعی میکنیم فراموشش کنیم. حالا از شما میپرسم، شما عروسک کودکیتون رو یادتون هست؟ چه اسمی داشت؟ چه احساسی داشت وقتی که اونو در آغوش میگرفتین؟ آیا هنوز دلتون براش تنگ میشه؟ تو کامنت ها برام بنویسید. دوست دارم داستان شما رو هم بشنوم. ممنونم که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودین. تا ویدیو دیگر، بدرود.